مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا. 76 گناه کبیره از کتاب امام ذهبی رحمه الله. نوشیدن خمر. به نام خداوند بخشنده و مهربان. در دین مبین اسلام تمام موادهای مست کننده، همه گونه موادهای مست کننده، چه از مشروبات و چه از مخدرات، یعنی نشعه و سوزنداروها، همه اش در اسلام حرام می باشند. الله سبحانه و تعالی می گوید: تو را از شراب و قمار می پرسند، بگو در آن دو گناه بزرگ و نفعهای است برای مردم و گناهشان از نفعشان بیشتر است، یعنی گناهانشان از فایدهشان بسیارتر است. اگر شراب فروش از فروختن شراب و اگر قمارباز از بازی کردن قمار فایده به دست آورد، بداند که ضررش و گناهش از این فایدهش بسیارتر و بیشتر است و روز قیامت خیلی به عذاب سخت دچار می شود. در آیت دیگر الله می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، شراب و قمار و بتها و گروبندی با تیرها پلیدی و کار شیطان است، از آن پرهیز کنید تا نجات یابید. شیطان می خواهد با شراب و قمار میان شما کینه و دشمنی افکند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد. آیا بس می کنید؟ در این آیت ها الله مهربان به ما امر می کند تا از این گناهان دوری جوییم، چون این گناهان همه پلیدی و عمل شیطان می باشند و با این گناهان شیطان در بین ما کینه و عداوت و دشمنی را می افکند و با سبب این گناهان شیطان از یاد الله و از نماز ما را باز می دارد. پس ای برادری مسلمانی که هنوز هم جام شراب را نگذاشتی و ای برادری که موادهای مخدرات را استفاده میبری، پس تو پیروی کی میشوی؟ پیروی شیطان یا پیروی الله خود؟ الله مهربان تو را از این کارها منع میکند، پس اختیار در دست توست. اگر پیروی الله بشوی، از این امرت دست بکش و توبه کن و به سوی او باز بگرد که او بخشنده و مهربان است. ابن عباس خداوند از او راضی باد میگوید: وقتی آیت درباره منع شراب نازل شد، بعضی از صحابگان به دیگرشان گفتند: از این پس نوشیدن خمر حرام و به شرک برابر است. عبدالله ابن عمر نوشیدن شراب را گناه عظیم می‌دانست. خمر بیشک مادر همه گناهان است. الله شرابخوار را لعنت کرده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: کسی با سبب مستی یک نماز را ترک می کند، این برابر آن است که از او این دنیا را و آنچه در آن است گرفته باشند. و اگر 4 نماز را در حالت مستی ترک کند، خداوند می تواند به او شراب طینة الحبل را خوراند. این دم صحابگان از او پرسیدند: ای رسول خدا، طینة الحبل چیست؟ او گفت: خون و ریم دوزخیان. و در حدیث دیگر فرمودند: کسی همیشه خمر می نوشد و در حالت مستی وفات کرد، در نزد خدا همچون مشرک برمی خیزد. و در حدیث دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: خمر مادر گناهان است و کسی که خمر بنوشد مدت 40 روز نمازهایش قبول نمی شود و اگر بعد از نوشیدن وفات کند، در حالت جاهلیت وفات کرده است. شنونده عزیز، می خواهم به سمع تو یک چیز مهم را برسانم. اگر شخصی که شراب را حرام دانسته او را استعمال کند، بداند که وی فاسق است، یعنی گناهکار کبیره است. و کسی که شراب را حلال بداند، بداند که وی از ایمان خارج شده است، چون هر یک حلال را حرام دانستن
و یا حرام را حلال دانستن انسان را از ایمان خارج می کند. پناه می بریم به سوی الله از وسوسات شیطان و از این گناهان کبیره. خدایا خداوندا، آن برادرانی که مبتلای این گناه شده هستند، شراب می نوشند، قماربازی می کنند و یا موادهای مخدرات استفاده می برند، خودت بر آنها توفیق بده که آنها از این گناهان کبیره دست بکشند و با سوی تو با توبه نصوح باز بگردند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا يا أمتي